درود عزیزای دلم، شمیم هستم، راوی قصه های شما در شمیم داستان. الهی هر کجای این دنیا هستید حال دلتون خوب باشه. قبل شنیدن داستان چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال، لایک، کامنت و شیر کردن داستان ها برای دوستانتون فراموش نشه. با هم بشنویم سرگذشت شنیدنی گلنازو. اسم من گلنازه. یه دختر دهاتیم که توی خانواده پر جمعیت و رعیت به دنیا اومدم. 3 خواهر دارم و 3 برادر. یکی از یکی خوشگل‌تر. گل سرسبدشونم که منم. انگار خدا اگه از مال دنیا چیزی بهم نداده بود، از این طرف برای جبرانش خوشگلی و واسم تموم کرده بود. بابام مرد مهربون و زحمتکشی بود و روی زمینای خان کار میکرد. مادرم هم خدمتکار عمارت خان بود. منم وقتی بزرگتر شدم گهگاهی که کار تو عمارت زیاد بود برای کمک به مادرم میرفتم. آخه عاشق اون عمارت بودم، بس که قشنگ و با شکوه بود. اونجا هم به مادرم کمک میکردم، هم میرفتم تو رویا و خیال. تو عالم خیال خودم و خانم اون خونه میدیدم و تو ذهنم خودم و زن پسر خان که اسمش کامران بود فرض میکردم و مثل زنای خان را میرفتم و به خدمه دستور میدادم. دنیایی برای خودم داشتم. یه روز خانه بزرگ مهمون داشت و کار زیاد بود. مادرم منو هم با خودش برد به عمارت. خانه بزرگ 2 برادر داشت که اونا هم خانای روستاهای دیگه بودن. اون روز همشون دعوت بودن. خانه بزرگ 3 پسر داشت که 2 ازدواج کرده بودن و ناز و عشوه زناشون دیدنی بود. پسر کوچیک خان کامران بود که هنوز مجرد بود. من و مادرم و خدمتکارای دیگه یه سفره رنگین چیدیم و خودمون رفتیم تو آشپزخونه. مادرم گفت گلناز ظرف آماده کن که غذا خیلی اضافه میاد. آخر سر بریزیم تو ظرفا ببریم برای خودمون. در حال آماده کردن ظرف بودم که سر و صدای بلندی به پا شد. یکی از خدمه که از پشت در سرک میکشید گفت کامران خان با پسرعموش دست به یقه شدن. اون یکی خدمه گفت این که چیز عجیب و تازه‌ای نیست. لابد به خاطر دخترعموشون سرونازه. گفتم سروناز کیه؟ گفتن دختر احمد خانه، عموی کامران و بهروز. هر دوشون عاشق اون دخترن و همیشه با هم درگیرن. خلاصه اون روز تموم شد و ما برگشتیم خونه. من با آب و تاب قضیه دعوای کامران خان و بهروز خان و واسه بقیه تعریف کردم. داداش بزرگم گفت آره، همه میگن سروناز و کامران خان خیلی همو دوست دارن. حتما به زودی با هم ازدواج میکنن. منم گفتم آره و تو دلم گفتم خوش به حالش. بعدم ناراحت یاد خیالاتم افتادم. توقع نداشتم که زن کامران خان بشم، ولی اگه اون متأهل میشد دیگه چجوری میتونستم خیال پردازی کنم؟ راستش اون روزا دلخوشیم شده بود همین فکر و خیالای واهی و به نظر دست نیافتنی. چند هفته از اون مهمونی گذشته بود. دم غروب یکی از خدمه های اصلی عمارت اومد و به مادرم گفت کامران خان و سروناز خانم قراره جشن نامزدی بگیرن. صبح بیا کمک که کلی کار هست. راستی گلنازم واسه کمک بیار. مادرم چشم میگفت و اون زن رفت. دمدمای صبح که هنوز خورشید طلوع نکرده بود، من و مادرم تو عمارت بودیم. 30 خدمه اونجا بودن. خانم جان مادر خان بزرگ و مادر بزرگ کامران خان به همه دستور میداد که کی و کجا چه کاری رو انجام بده. 5 شبانه روز صرف چیدن تدارکات و چراغونی و آبپاشی و گلکاری عمارت شد. رسم بر این بود که از 5 شب قبل از عروسی همه جمع بشن و جشن بگیرن و تا شب عروسی بساط بریز و به پاش فراهم بود. تمام خواهر و برادرای خان اومده بودن به جز پدر و مادر بهروز خان. خانم جان چند نفر رو راهی کرد که برن دنبالشون. گفت زشته برای من که تو عروسی نوه‌هام بچه‌هام با هم قهر باشن. خلاصه پدر و مادر بهروز خان اومدن، ولی خودش نه. هم علتشو میدونستن. سروناز با غرور و فخر را میرفت و حتی به صورت خدمتکارام نگاه نمی‌کرد و فقط دستور میداد. رفتارش با خانم جان که خانم اصلی عمارت بود زمین تا آسمون فرق داشت. این کجا و اون کجا. بالاخره شب قبل از عروسی فرا رسید و بهروز خانم اومد. اینجور که یکی از خدمه ها میگفت اون گفته ما همه خانزاده هستیم و زشته که بینمون کدورت باشه. اومدم با کامران خان آشتی کنم، گذشته رو فراموش کنم و تسلیم قسمت شم. خانم جانم خیلی خوشحال شده و اونو بارها با محبت گرفته و ازش تعریف کرده.
قبل از نیمه شب بود. من داشتم حیاط بیرونی عمارت رو جارو میکشیدم. یه لحظه احساس کردم کسی پشت سرمه. نگاه کردم، دیدم بهروز خان پشت سرم وایساده. اخماشو کرد تو هم و گفت دختر تو مگه کری؟ گفتم نه. گفت کلی صدا زدم، چرا جواب ندادی؟ گفتم عذر میخوام، نشنیدم. کاری با من داشتین؟ گفت آره، میخوام برای اسبم علوفه ببری. گفتم بهروز خان این کار من نیست، الان آقا قاسمو صدا میزنم. اخماش رفت تو هم و گفت رو حرف من حرف میزنی دختر؟ ترسیدم عصبانی بشه و یه وقت اخراجمون کنن. گفتم چشم. تو دلم گفتم حالا که کار سختی نیست، از جارو زدن که بهتره. رفتم تو طویله، دیدم دم در 2 مرد وایسادن. توجهی نکردم و رفتم داخل. یهو دیدم یه مشت خیلی محکم خورد تو صورتم. از درد فریاد کشیدم. نگاه کردم، دیدم بهروز خانه. 2 دستامو گرفت و انداختم زمین و شروع کرد به کاری که نباید بکنه و به یکی از اون مردا گفت برو کامران خانو بکشون اینجا. من جیغ میکشیدم و تقلا میکردم تا نذارم کاری کنه، اما زورم بهش نمیرسید و اتفاقی که نباید میافتاد افتاد. من ناله میکردم و گریه، اما اون عوضی فقط کارشو میکرد. وقتی که کارش تموم شد بلند شد و گفت الان کامران خان میاد. بعدش هر کسی که اومد و شما رو تو این وضع دید میگه که کامران خان این کارو باهات کرده، وگرنه جنازه خانواده‌تو هنوز صبح نشده دم در خونتون میبینی. خودتم میدم از بین ببرن. من از ترس به خودم میلرزیدم و گریه میکردم. گفتم چرا؟ من چه گناهی داشتم؟ چرا این کارو با من کردی؟ گفت گناه تو اینه که تنها کسی هستی که تو عمرم دیدم از سروناز خوشگل تره. یهو صدایی از بیرون اومد که بهروز خان، کامران خان داره میاد. بهروز خان سریع دوید بیرون و کامران اومد داخل و منو تو اون وضع وحشتناک دید. دوید سمتم و تا خواست حرفی بزنه یهو خانم جان و خان بزرگ اومدن داخل. پشت سرشونم بهروز اومد و بلند بلند گفت به به، همه ببینی شازده دوما چه دست گلی به آب داده. من گریه میکردم و کامران خان مات و مبهوت به همه نگاه میکرد. مادرم و بقیه خدمم اومدن. مادرم خودشو انداخت روی من تا کسی منو نبینه. خان بزرگ با صدای کلفتش پرسید آی دختر بگو ببینم کامران این کارو باهات کرده؟ من فقط گریه میکردم و چیزی نمیگفتم. خانم جان دوباره پرسید و گفت حرف بزن دخترم، بگو کی این کارو کرده؟ به بهروز نگاه کردم. با اشاره بهم فهموند اگه راستشو بگم همه تهدیداشو عملی میکنه. مادرم نیشگونم گرفت و گفت بگو دختر، بگو کیه، وگرنه بدبخت عالم میشیم. من کنان گفتم کامران خان. هیچ وقت نگاه کامران رو یادم نمیره. با تعجب و خشم تو چشام نگاه کرد و گفت چرا دروغ میگی؟ آخه چرا دروغ میگی؟ به خدا من همین الان رسیدم. این دختر زخمی و به این شکل اینجا افتاده بود. خان داد زد بس دیگه کامران، تو منو شرمسار کردی. همین امشب باید این دختر رو عقد خودت کنی. فردا شب هم سروناز رو عقد میکنی. خانم جان گفت آخ کامران، تو فردا عروسیت بود، چرا نتونستی جلو خودتو بگیری؟ کامران فقط با خشم به من نگاه میکرد و چیزی نمیگفت. همه رفتن. مادرم و خدمه منو بردن داخل و مرتبم کردن. فقط خدا میدونه چه حالی داشتم. از همه خجالت میکشیدم. فکرشم نمیکردم اینطوری با این رسوایی بزرگ عروس شم. تو اتاق تنها نشسته بودم و بهت زده به یه گوشه خیره شده بودم و بی صدا اشک میریختم که مادرم اومد تو و کلی با محبت منو گرفت و گریه کردی. اون گفت دخترم خیلی آرزوها برات داشتم ولی بمیرم برات که سیاه بخت شدی. فکر نکن دیگه زنی خان شدی و خوش به حالت شده. نه، سروناز و مادرش راحتت نمیذارن. خیلی میترسم. خدا میدونه چه بلاهایی قراره سرت بیاد. تو حریف اونا نمیشی. خدا خودش کمکت کنه. ترس تمام وجودمو گرفته بود. ولی من چه چاره‌ای داشتم؟ با مادرم داشتیم گریه میکردیم که خانم جان اومد داخل و گفت ما خان هستیم و آبرو از هر چیزی برای ما مهمتره. هم آبروی خودمون، هم آبروی رعیتمون. کامران این کارو با تو کرده. منم تا زنده هستم اجازه نمیدم کسی اذیتت کنه. از هیچی نترس. سروناز و مادر و پدرشم با خبر شدن. سروناز میگه کامران نباید گلناز عقد کنه، ولی من بهش گفتم که حق دخالت نداره. مهم پدرشه که اونم قبول کرد. امشب تو عقد میکنی، فردا شبم سروناز.
فقط تا چند روز جلوی چشمش آفتابی نشد تا خودم بهت نگفتم. آروم گفتم چشم. خانم جان که رفت صدایی از بیرون اومد. انگار عاقد آورده بودن. من و مادرم از اتاق رفتیم بیرون. نشوندنم روی صندلی و یه تور سفید انداختن روی سرم. چند لحظه بعد دیدم یکی نشست کنارم. فهمیدم کامران خانه. خلاصه خطبه عقد جاری شد و ما به عقد هم در اومدیم. کامران خان یک کلمه هم حرف نزد. مهریم یه تیکه زمین بود که همونجا سندشو بهم دادن و منم دادمش دست مادرم. خانم جان زن خدا ترسی بود و به خاطر شرایط من به عاقد گفته بود حق جدایی رو بده به عروس که کامران نتونه بهش ستم کنه و هر وقت خودش خواست بره. اون زمان فکر کنم من اولین زنی بودم که حق جدایی داشتم. خانم جان اومد تو رو از روی صورتم برداره که دیدم کامران خان بلند شد و از اتاق رفت بیرون. منم با دستور خانم جان بلند شدم و رفتم داخل اتاقی که قرار بود مال من باشه. یه اتاق بزرگ با وسایل زیبا که هیچ وقت تو خوابم نمیدیدم صاحب چنین اتاقیشم. یهو در باز شد و سروناز اومد تو. گفت ببین گدازاده، یه وقت فکر نکنی که چون من اجازه دادم کامران عقدت کنه خبریه و تو میتونی اینجا زندگی راحتی داشته باشی. باشه تو تا عمر داری کنیز منی. دیگم نبینمت که میگم بدن موهاتو از ته بتراشن. همه بدونن چه دختر خرابی هستی. خدا میدونه چه اشوه هایی اومدی که کامرانو گول زدی. بعدم پشتشو به هم کرد که بره. دم درگاه دوباره وایساد و گفت راستی لباسایی هم که دادم خدمه بهت بپوشونن همه لباس کهنه هامه. گفتم که بدونی تا عمر داری باید کهنه های منو بپوشی. اینو گفت و درو محکم بست و رفت. تو دلم بهش حق میدادم و خودمو نفرین میکردم. من بهترین شب زندگیشو خراب کرده بودم. هرچند منم قربانی بودم. اون شب تا صبح نخوابیدم و گریه کردم. دمدمای صبح از لای پنجره دیدم که خدمه با چه شور و حالی دارن اینور و اونور میرن و تدارک میچینن. نزدیکای ظهر مهمونا اومدن. همه میخندیدن، میرقصیدن و شادی میکردن. اما دل من از قصه داشت میترکید. قرار بود من و دوستام امروز تو عروسی کلی برقصیم و شادی کنیم. اما در عرض چند دقیقه سرنوشت من عوض شد و روزگارم تیره و تار. شب شده بود و هنوز رقص و پایکوبی به راه بود. منم از تو اتاق با حسرت بیرون رو تماشا میکردم. دروغ چرا؟ به سروناز حسودیم میشد. یه دفعه در اتاقم باز شد. بهروز بود. یهو تمام وجودم یخ زد. با صدای لرزونی گفتم اگه سمتم بیای داد میزنم و همه رو خبردار میکنم. پوزخندی زد و گفت نه کاریت ندارم. فقط اومدم بگم که این راز فقط بین خودمون میمونه. گفتم برو گم شو بیرون. گفت دهنتو ببند گدازاده. تو خوابتم نمیدیدی که زن خان بشی. من تو رو به اینجا رسوندم. الانم تو میتونی با زیبایی دل کامرانو ببری. اینجوری هم تو بردی هم من. یه کاری کن کامران شیفتت بشه، براش ناز و ادا بیار، اونقدر که از سروناز دل بکنه و زده شه. تو دلم گفتم کور خوندی. من به سروناز همه چیو میگم. نمیذارم عشق پاک اونا بازیچه بازیای تو شه. بهروز گفت فهمیدی چی گفتم؟ گفتم آره که بره گورشو گم کنه. نیمه شب شده بود و مهمونا همه داشتن میرفتن. پشت در اتاقم صدای پچ پچ شنیدم. رفتم نزدیکتر. یهو در باز شد و مادر سروناز اومد داخل و هرچی از دهنش در اومد به من گفت قربتی یه وقت وهم برات نداره که زن خان شدی؟ تو نوکر سرونازی. روزگار تو سیاه میکنم اگه بخوای خودتو واسه کامران خان شیرین کنی. هرچند اون عاقله و میدونه تو چه نکبتی هستی و خودش سمتتم نمیاد. من سرمو انداخته بودم پایین و چیزی نمیگفتم. سرونازم اومد تو. دلم میخواست مادرش بره و ما تنها شیم و بهش بگم که اینا نقشه بهروز بوده و من کاری با کامران نداشته و ندارم. سرونازم هر چی لیچار بود بارم کرد و دم رفتن گفت قسمت تو اینه که بشینی و عشق منو کامرانو ببینی و بسوزی. وقتی رفتن تا صبح به بخت و اقبالم فوش دادم و گریه کردم. مگه من چند سالم بود که باید می نشستم و آرزوی مرگ می کردم؟ من چه گناهی مرتکب شده بودم که اینجوری داشتم تقاص پس می دادم؟ یه لحظه به شب هجله کامران و سروناز فکر کردم. بعد یاد خودم افتادم و اون عوضی بازیای بهروز و باز گریه و گریه و گریه. نفهمیدم که خوابم برد.
نور که به صورتم تابید فهمیدم صبح شده. گفتم برم بیرون یه چرخی بزنم. همین که وارد راهرو شدم یکی از خدمه ها که اسمش فاطمه بود گفت خانم لطفاً برید داخل اتاقتون. گفتم چرا؟ گفت سروناز خانم میخواد بره حموم. گفته چشمم به گلناز نیفته. گفتم باشه و رفتم داخل، ولی در رو نیمه باز گذاشتم و سرک میکشیدم. سروناز رو دیدم که با چه ناز و ادایی داشت راه میرفت. سرم آوردم بیرون که یهو خورد به یه چیزی مثل سنگ. نگاه کردم دیدم کامران خانه. اشاره کرد که برم تو اتاق. خودشم اومد داخل و در رو بست و گفت بشین دختر. نشستم. گفت چرا یه همچین دروغ بزرگی گفتی؟ چرا منو بی ناموس نشون دادی؟ اصلا تو کی هستی؟ از کی دستور میگیری؟ من توان حرف زدن نداشتم. شروع کردم به گریه کردن. گفت گریه جواب من نیست. جواب اون آدمای بیرونه که گول ظاهر معصوم تو رو خوردن. زود باش بگو چرا دروغ گفتی؟ کی باهات اون کارو کرده بود؟ تو الان زن منی. من حق دارم بدونم کی بی ناموسم کرده. از گریه به حقیق افتاده بودم. محکم مشتی زد توی در و گفت حرف بزن. بگو چرا این کارو با من کردی؟ گفتم تهدیدم کرد. گفت خانواده‌مو از بین میبره و خودمم همینطور. گفت کی؟ گفتم بهروز خان. گفت بی شرف. حدسم درست بود. افتادم به پاش و گفتم تو رو خدا به کسی چیزی نگین. نرید سراغش. شما و سروناز خانم قدرت داری، چیزیتون نمیشه. و خانواده‌ام بی پناهی نابود میشیم. تو رو خدا من که نمیخوام زن شما باشم. تا عمر دارم خدمتکار شما و سروناز خانمم. من غلط بکنم که خودمو زن شما بدونم. خم شد و در گوشم گفت ببین خانم من کاری ندارم قبلا کی بودی و چی بودی، ولی الان زن خان شدی. دیگه نشنوم بگی خدمتکار کسی هستی. خودتو جمع جور کن. خیالت راحت باشه. من کاری نمی کنم که به تو خانوادت آسیبی برسه. منتظر وقتش هستم که زهرمو به بهروز بریزم. تو ناموس منی. من هیچ وقت نمیگم که بهروز اون کارو باهات کرده. فقط بدون از من انتظار شوهر نداشته باش. من دیوونه‌وار عاشق سرونازم و هیچ وقت بهش بی‌وفایی نمی‌کنم. سرمو به علامت تایید تکون دادم و کامران در حالی که لبخند کمرنگی رو صورتش بود از اتاق رفت بیرون. بعد از کامران فاطمه اومد داخل. خانم جان میدونست که من و فاطمه با هم دوستیم، واسه همین بهش گفته بود دم دست من باشه و به هم خدمت کنه. فاطمه گفت خانم براتون صبونه آوردم. گفتم به من نگو خانم. گفت چرا؟ شما زن کامران خواه هستی، مثل سروناز خانم. تازه هم خوشگلتری هم کم سن و سالتر. آهی کشیدم و گفتم بیرون چه خبره؟ گفت همش صحبت شما. سروناز خانم با مادر شوهرتون نقشه ها براتون دارن. خیلی مواظب باشین. تو دلم آشوب شد. اینا دست از سر من بر نمی داشتن. گفتم فاطمه سروناز کارش تموم شد بگو من برم. گفت چشم و رفت. چند دقیقه بعد اومد و گفت خانم آب گرم هنوز هست و سروناز خانم رفتن. بلند شدم و رفتم سمت حموم. جلو درش مادر شوهرم رو دیدم. گفت آی گدازاده رو چه به حموم اشرافی؟ با اجازه کی میخوای بری؟ سرمو انداختم پایین و چیزی نگفتم. با پاش لگن جلو پاشو هل داد سمتم و گفت اول اینا رو بشور، بعد برو تو آشپزخونه واسه کمک. گفتم چشم. خم شدم لگن رو بردارم. دیدم لباسای دیشب کامران و سرونازن. چیزی به روی خودم نیاوردم و لگن رو بلند کردم. یهو صدای خانم جان اومد. گفت بذار زمین اون لگنو. اومد جلو به مادر شوهرم گفت از کی تا حالا زن خان رخت چرک میشوره؟ چشمم روشن. مادر کامران گفت کدوم زن خان؟ این گدا رو میگی؟ خانم جان گفت درست حرف بزن. اون زودتر از سروناز به کامران محرم شده. رو حرف منم حرفی نباشه. کسی حق نداره به گلناز دستور بده. همون لحظه کامران و سروناز دست تو دست هم اومدن. خانم جان با عصبانیت گفت آفرین کامران، کجایی که رخت چرک میذارن جلو نوعروست؟ با گلناز بری تو اتاق و حالیش کن که زن خان شده تا شأن خودشو بشناسه. من رفتم تو اتاقم و پشت سرم کامرانم اومد. درو پشت سرش بست و گفت چقدر بهت بگم که تو خدمتکار نیستی؟ گفتم آخه مادرتون دستور دادم و شروع کردم به گریه کردن. وای تو چقدر آبگوره میگیری؟ مگه چند سالته؟ گفتم آخه سنی ندارم. خندیده گفت با این سنت آتیش زدی به زندگی. گفتم تقصیر من نیست، سرنوشت من این بوده. تو رو خدا تنهام نذارید، منو دست به دست نکنین. عصبی شد و گفت حرف دهنتو بفهم. من اونقدر بی غیرت نیستم. حق جداییم که با خودته.
اول بذار من تکلیف بهروز رو روشن کنم، بعد برای تو هم یه تصمیم عادلانه میگیرم. من فقط میخوام سروناز منو بی وفا ندونه و حقیقت آشکار بشه. سرمو انداختم پایین و اونم از اتاق رفت بیرون. چند روز گذشت. خانم جان بهم گفته بود دیگه نمون تو اتاق تو، بیا بیرون. روز تو آشپزخونه داشتم با خدمه نهار میخوردم که خانم جان اومد و گفت عروسم تو هم بیا با ما سر میز نهار بخور. گفتم چشم و بلند شدم. با ترس و لرز رفتم نشستم کنار خانم جان. تا من نشستم سروناز از سر جاش بلند شد و گفت من با یه رعیت سر میز نمیشینم. خانم جان گفت کدوم رعیت؟ من رعیتی نمیبینم. اگه منظورت گلنازه که اون عروس این خونه است مثل همه شما، پس بشین سر جات. سروناز با عصبانیت نشست و کامران تو گوشش یه چیزایی گفت که آرومتر شد. جاریام پچ پچ میکردن و میخندیدن. اومدم یه لقمه دهنم بذارم که جاریه بزرگم گفت مواظب باش لقمه تو گلوت گیر نکنه، آخه بزرگتر از دهنته. و همه به جز کامران و خانم جان زدن زیر خنده. بغض گلومو گرفت. زود لقمه‌مو با بغض فرو بردم. گفتم خانم جان من سیرم، با اجازه شما برم. گفت برو دخترم. از سر جام بلند شدم و رفتم سمت اتاقم. کامران سریع بلند شد و اومد دنبالم. سروناز عصبانی شد و قاشقشو پرت کرد وسط میز. خانم جان گفت دختر تو رو چجوری تربیت کردن که اونقدر بیادب هستی؟ سروناز بلند شد و دوید سمت اتاقش. من و کامران رفتیم تو اتاق. کامران کنارم نشست و دستامو تو دستش گرفت. قلبم داشت میومد تو دهنم. عاشق بوی عطرش بودم. حتی با اینکه ازش محروم بودم، موقعی که از کنارم رد میشد بوی عطرش مستم میکرد. کنار گوشم گفت ببخش که نمیتونم جلو سروناز ازت حمایت کنم. خودت باید یاد بگیری از خودت دفاع کنی. اینا همشون همینن، ظاهر بین و بی سوادن. یهو حرفشو خورد و گفت البته همه چی به سواد نیست. منظورم اینه که چجوری بگم یه وقت از حرفم ناراحت نشی. گفتم نه ناراحت نمیشم. من سواد دارم، خوندن و نوشتن و خوب بلدم، حتی قرآنم میخونم. با تعجب گفت چطور گذاشتن تو درس بخونی؟ گفتم من عزیز دردونه بابام و داداشام بودم. داداشام بهم خوندن و نوشتن یاد دادن. گفت آفرین عالیه. اون روز کامران یه ساعتی پیش من بود و بعد رفت. چند روز بعد قرار بود کامران خان و خانم جان برای یه سری کارا 2 روز برن شهر. منم که بی دفاع و بی کس شده بودم از ترس فقط تو اتاقم بودم. حتی برای غذا تا آشپزخونه نمی رفتم و فاطمه غذامو می آورد تو اتاقم. روز دوم بود، عصر شده بود. دیدم همه جا خلوته و انگار همه خوابن. گفتم برم تو عمارت یه چرخی بزنم. از اتاقم رفتم بیرون. چند تا اتاق متروکه انتهای عمارت بود. انگار قبلا آتیش گرفته بودن. گفتم برم ببینم داخلشون چه شکلی شده. داشتم نزدیک می شدم که صداهایی از سمت اتاقا شنیدم. سریع خودم رو قایم کردم و یواش یواش به سمت اتاق رفتم ببینم کی هستن و چی میگن. خدای من باورش سخت بود. سروناز و بهروز داشتن با هم صحبت میکردن. سروناز میگفت بهروز دست از سرم بردار، چرا ولم نمی کنی؟ من که بهت گفتم بابا منو به تو نمیده. بهروز گفت ولی خودت گفتی که زنم میشی. تو با من بودی، پس چرا منو امیدوار کردی؟ من به خاطر تو با اون دختری گدا اون کارو کردم. این بهترین بهونه بود که زن کامران نشی. سروناز گفت بابام اجازه نداد. من تو رو میخواستم ولی نذاش. حتی بعد اتفاق گلناز بازم نذاش. دیدی که نقشمون نگرفت. بهروز پوزخندی زد و گفت جالبه، کامران 2 تا زن داره، هر دوشونم با من بودن. سروناز گفت ساکت شو، اگه جرأت داری اینو برو به کامران بگو، ببین زندت میذاره. بعدشم کسی حرف تو رو باور نمیکنه. همه فکر میکنن از سر حسادت و شکست عشقی داری اینا رو میگی. با گفتن این حرف فقط خودتو تو دردسر میندازی. بهروز گفت من نمیذارم با اون عوضی خوشبخت بشی. حالا ببین. اینو گفت و رفت. شام داغ شده بود. شعله های نفرت از درونم زبونه میکشید. این سرونازی که تا میتونست بهم توهین میکرد خودش منو به این روز انداخته بود. من ساده رو باش که میگفتم کاری به عشق پاکش با کامران نداشته باشم. آروم از اونجا دور شدم. تصمیم خودم رو گرفته بودم. این حق من نبود. حق کامرانم نبود که یه همچین زنی رو دوست داشته باشه. کامران باید برای من میشد. رفتم تو اتاقم. دیگه عذاب وجدان نداشتم. میخواستم حق بهروز و سروناز رو بذارم کف دستشون. لباس خوشگلی که خانم جان بهم داده بود و پوشیدم. کمی به خودم رسیدم.
من زیبا بودم و میدونستم که اگه فقط کمی به خودم برسم خیلی از آدمای پرمدعای اون عمارت قشنگتر میشم. از اتاق اومدم بیرون. از مادر کامران ترس داشتم، اما از سروناز نه. جز نفرت و خشم هیچ حس دیگه‌ای بهش نداشتم. رفتم پیش خدمتکارا، به یکیشون گفتم بره ده و مادرمو با خودش بیاره. مادر کامران سریع اومد و گفت چشمم روشن. از کی تا حالا خدمتکارا مهمون عمارت میشن؟ گفتم خانم جان گفته هر وقت خواستی میتونی مادرتو بیاری. خدا رو شکر از خانم جان خیلی حساب میبرد. تا اسمش اومد ساکت شد. جاری بزرگم اومد و گفت لباسای چرکمو ببر بشور. گفتم بگو یکی از خدمه انجام بده. گفت واه واه، بچه گدا چه زبونی باز کرده، و با ناز به مادر کامران نگاه کرد. منم از ترس گفتم باشه الان میرم، که یهو صدای فرشته زندگیم خانم جان اومد که گفت کی داره به عروس خوشگلم دستور میده؟ همه ساکت شدم و بعد از خوش آمدگویی من با دیدن خانم جان از خوشحالی زدم زیر گریه. خانم جان منو با محبت گرفت. وقتی سرم رو شونه های خانم جان بود، چهره مردونه و جذاب کامران رو دیدم که داشت نگاه میکرد و بهم لبخند زد. انگار دنیا رو به من دادن. به نظرم اونم از این که خوشگل کرده بودم خوشش اومده بود. نمیدونم، شاید یه لبخند نمیتونه اونقدر فلسفه داشته باشه، ولی برای من خیال باف همین لبخند کافی بود. کامران اومد جلو، 2 تا پاکت دستش بود. پاکت کوچیکه رو داد دستم و گفت اینا رو برات خریدم. از خوشحالی داشتم بال در می آوردم. پاکت بزرگم 100% مال سروناز بود. سروناز سری پیدا شد. با اون ناز و اداهای مزخرفش رو کرد به کامران و گفت بیا بریم اتاقمون. منم با حسرت رفتنشون رو نگاه می کردم و با خودم می گفتم افسوس که سهم من فقط یه لبخنده. حدود 2 ساعت گذشت. با شنیدن صدای مادرم انگار که دنیا رو به من دادن. گفت سلام دخترم. اما محکم با محبت گرفتم و از فرط دلتنگی شروع کردم به گریه کردن. رفتیم توی اتاقم. مادرم گفت دخترم اینجا باهات خوبن؟ گفتم آره همه خوبن، مخصوصا خانم جان، خدا عمرشو زیاد کنه. گفت کامران چی؟ گفتم اونم خوبه. سروناز چطور؟ گفتم کاری به هم نداریم، نگران نباش، قرار نیست منو از بین ببرن. و هر دو خندیدیم. مادرم وسط خنده یهو ناراحت شد و گفت دخترم شرمنده، خونه ما در حد پسر خان نیست که بشه شما رو دعوت کرد بعد این همه مدت. روم سیاه. گفتم مادر ناراحت نباش، کامران اونجور آدمی نیست. قول میدم یه روز پسر خانو سر سفرت ببینی، فقط بهم وقت بده. گفت دخترم اگه میخوای منم همچین روزی رو ببینم زودتر باردار شو و یه پسر بیار. اون موقع ببین که چقدر زندگی عوض میشه و اینجا خانم خونه میشی. بیچاره مادرم فکر میکرد کامران با منه. آهی از ته دل کشیدم و گفتم از پدر چه خبر؟ منو بخشیده؟ گفت پدرت میدونه که تو گناهی نداشتی، تازه برات هدیه فرستاده. چشمام برق زد و گفتم کو ببینم. مادرم از زیر چادرش یه پارچه طلایی رنگ داد بهم. از خوشحالی گریم گرفت. روی مادرم رو با محبت گرفتم و تشکر کردم. بعدش فاطمه رو صدا زدم. جلوی مادرم مغرورانه بهش دستور میدادم تا خوشحالش کنم. مادرم نمیدونست همه سلطنت من تو همین اتاقه و بیرون از اینجا همه منو گدازاده صدا میکنن. فاطمه یه ظرف پر از میوه آورد، کمی خوردیم. بقیه‌اش هم گفتم فاطمه بذاره تو ظرف و بده به مادرم که ببره. مادرم گفت نه زشته، اگه کسی ببینه آبرومون میره. گفتم نه طوری نیست، ببر واسه بابا و بگو که خیلی دوستش دارم. مادرم لبخندی زد و گفت باشه دختر خوشگلم. موقع رفتن مادرم گفت دخترم سعی کن شوهرتو سمت خودت بکشونی، تو خوشگلی و یه سر و گردن از سروناز بالاتری، پس از حق خودت نگذر. حواست باشه بینتون عدالت برقرار باشه. با تو دلم گفتم آه مادر تو نمیدونی سروناز چه زن بیرحمیه. مادرم خداحافظی کرد و رفت. روزا میگذشت و من تو تنهایی سعی میکردم خودم رو مشغول کنم. خانم جانم چپ و راست میگفت دخترم بچه دار شو. اما خبر نداشت که کامران حتی سمت من نیومده. کامران اصلا منو زنش نمیدونست. بیشتر دلش برام میسوخت تا اینکه بخواد شوهرم باشه. یه روز قرار بود از شهر یه خانواده اعیون بیان خونه خان. خانه بزرگم گفته بود همه خانواده رو دعوت کنید و سفره بزرگی توی حیاط عمارت بندازید تا نشون از قدرت و مهمون نوازی ما باشه.
اون روز همه خدمتکارا در حال کار بودن و زنای عمارت هم فقط به خودشون میرسیدن. جاریا هر چی طلا و جواهرات و چیزای زرق و برقدار بود به خودشون آویزون کرده بودن. سرونازم بهترین لباسشو پوشیده بود. اما من هیچ لباسی نداشتم جز چند تا لباس کهنه سروناز که دلم نمیخواست بپوشم. از قبل پارچه پدرم رو داده بودم برام بدوزن. با شالی که کامران برام خریده بود پوشیدم و اومدم بیرون. دم در جاریام شروع کردم به مسخره کردنم. جاری بزرگم گفت با این سر و وضع نیای سر سفره که آبروی خان میره و زدن زیر خنده. سرونازم با نگاه تحقیرآمیزش به هم فخر میفروخت. عصبانی شدم و گفتم برید کنار. شماها بدون زرق و برق و لباسای گرون هیچی نیستین. لباسای من با عشق انتخاب شده. دیشب کامران خان بهم گفت اینا رو بپوشم. راستش من دیشب دیدم کامران نزدیکای صبح وارد عمارت شد و رفت تو اتاق سروناز. واسه همینم از این فرصت استفاده کردم تا خوره بی‌اعتمادی رو بندازم به جون سروناز. اینم از حرصش پیشونیشو گرفت و رفت. معلوم بود بدجوری سرش درد گرفته. من برای اولین بار تو روی همشون وایساده بودم و از این بابت خیلی خوشحال بودم. با حال خوب رفتم تو حیاط عمارت، به اطراف نگاه کردم. بهروز نامردم اومده بود. کامران کنار پدرش نشسته بود و باهاش حرف میزد. برای نهار حیاط رو فرش کرده بودم و یه سفره بلند برای مردا و یه سفره دیگه برای زنا انداخته بودن. من تمام مدت حواسم به سروناز و بهروز بود تا چیزی از چشمم مخفی نمونه. بعد از غذا خدمه در حال جمع کردن سفره بودن. بهروز از این هیاهو استفاده کرد و به سروناز اشاره کرد و رفت. سرونازم چند دقیقه بعدش راه افتاد و رفت. سری فاطمه رو صدا کردم و گفتم سری برو به کامران خان بگو موضوع مهمیه، بیاد اینجا. فاطمه رفت و با کامران برگشت. چه چیزی مهمیه که وسط مهمونی منو کشوندی اینجا؟ گفتم هیچی نگو، فقط دنبالم بیا. گفت کجا میری؟ گفتم چند لحظه دیگه خودت با چشمای خودت میبینی. با کامران رفتیم سمت همون اتاقکای سوخته. وقتی رسیدیمش کشیدمش کنار و گفتم فقط گوش کن. یهو صدای عصبانی بهروز بلند شد که داشت از اینکه سروناز نسبت بهش بیخیال و کاری نمیکنه تا زودتر به هم برسن شکوه میکرد. کامران دیگه طاقت نیاورد و با عصبانیت وارد خرابه شد. بهروز و سرونازو که با هم دید داد زد اینجا دارین چه غلطی میکنین؟ سروناز دست و پاشو گم کرد و گفت هیچی به خدا. بهروز گفت کارم داره و میخواد با هم حرف بزنه. کامران گفت بهروز بی خود کرده زن من آورده اینجا باهاش حرف بزنه. سروناز پرید وسط حرفش و گفت بهروز اومده بود بگه اون بوده که با گلناز اون کارو کرده و الان از وجدان گرفته. اومده به هم بگه که من دیگه فکر نکنم تو به هم بی وفایی کردی. کامران گفت صداتو بیار پایین، خودم از همه چی خبر دارم. بذارید مهمونا برن، همه چی روشن میشه. همون شب کامران منو صدا زد که برم به اتاق سروناز. وقتی نشستم رو به سروناز کرد و گفت حالا بگو ببینم بهروز چی گفت دقیقاً؟ سروناز گفت بهروز گفته این خراب به خواست خودش باهاش بوده و خودشو انداخته گردن تو. با شنیدن این حرف نتونستم جلو خودم رو بگیرم و به طرف سروناز رفتم و گفتم خراب و عوضی خودتی. برای اولین بار کامران منو گرفت تا نتونم به سروناز صدمه بزنم. همون لحظات احساس کردم کامران بهترین تکیه‌گاه تو دنیا برای منه. کامران بهم گفت آروم باش گلناز. بعدم رو به سروناز کرد و گفت تو هم اشتباه کردی با بهروز رفتی. حتی اگه میخواست بزرگترین راز زندگیشو بگه بازم نباید میرفتی. تو زن منی. بفهم با آبروی من بازی نکن. سروناز از زیر گریه و گفت به خاطر این رعیت سر من داد میزنی؟ کامران گفت لطفاً اشتباه تو بپذیر. سروناز با گریه‌های نازدار و عذرخواهی سر و ته قضیه رو هم آورد، ولی این شروع بی‌اعتمادی کامران بود. کامران دیگه مثل قبل به سروناز اعتماد نداشت. اون میدیدم که دیگه مثل قبل نیستن. کامران یا دیر میومد خونه و میرفت پیش سروناز یا اصلاً نمیومد. یه روز گفتن قراره مادر سروناز بیاد به عمارت. خانم جان بهم گفت هر چی بهت گفتن نشنیده بگیر و ناراحت نشو. مادر سروناز اومد و با هم رفتن توی اتاق. بعد از یه ساعت برای نهار اومدم بیرون. با صدای بلند به مادر کامران گفت عزیزم پس کامران و سروناز کی میخوام برامون نوه بیارن؟ مادر کامران خندید و گفت منم مدام بهشون میگم که دلم میخواد. خانم جان گفت کامران 2 زن داره و انشالله از هر 2 زنش بچه دار میشه. یه دلم گفتم زهی خیال باطل.
ولی همونجا به خودم قول دادم که کامرانو مال خودم بکنم. یه شب که تقریباً از نیمه شبم گذشته بود دیدم در عمارت باز شد. فهمیدم کامرانه. از لای در نگاه کردم، دیدم داره تلو تلو میخوره. فهمیدم که حالش خوش نیست و اگه کسی تو این حال میدیدش واقعا براش زشت بود، چون خانم جان به شدت از این کارا بدش میومد. سری رفتم و زیر بازوشو گرفتم و بردمش تو اتاقم. نشست کنارم و بهم نگاه کرد و خندید. گفت تو که سروناز نیستی. دوباره خندید و گفت نه تو سروناز نیستی، گلناز خوشگل منی. به سمتش رفتم و گفتم آره منم، زنت. یکم خودشو عقب کشید و گفت نه من به سروناز بی وفایی نمی کنم. دوباره به سمتش رفتم. به هم خیره شد و گفت آخه لامصب تو چرا اونقدر زیبایی؟ اگه سروناز نبود من هر روزمو با تو میگذروندم. سرمو گذاشتم رو شونش و چیزی نگفتم. باز خودش گفت اصلا کی گفته اگه با تو باشم سروناز بی وفایی کردم؟ تو زن منی. و اون شب شد اولین شبی که ما زن و شوهر واقعی شدیم و من بهترینا رو تجربه کردم. بعدش آرومترین لحظات زندگیمو. دمای صبح بیدار شدم، دیدم کامران هنوز هستش، انگار که دنیا مال من بود. دوباره خودمو زدم به خواب که دیدم کامران بیدار شد. شوکه شده بود و فقط بهم نگاه میکرد. منم با ناز بیدار شدم و بهش لبخند زدم. گفت گلناز من دیشب اینجا بودم. گفتم آره. گفت به زور باهات کاری کردم. گفتم نه. چرا به زور؟ تو شوهر منی. لبخندی زد و بلند شد و خودشو مرتب کرد و گفت میدونستم تو آخر هوش از سرم میبری. منم خندیدم و چیزی نگفتم. گفت بیا بریم صبونه بخوریم. صدای سروناز و از پشت در میشنیدم که میگفت این چرا هنوز بیدار نشده؟ ترسیدم و گفتم حالا چیکار کنیم؟ کامران خندید و گفت دیوونه شدی؟ از چی میترسی؟ بیا بریم. گفتم باشه. خواستم در رو باز کنم که دستم رو گرفت و گفت گلناز یه چیزی بهت بگم، قول میدی به کسی چیزی نگی؟ گفتم بله حتما. دیشب وقتی تو حال خودم نبودم یکی از دوستام یه حرفی زد که آتیشم زد. گفتم چی گفت؟ کامران گفت دوستم گفت که بهروز و سروناز چند ساله که همو دوست دارن و سروناز میخواسته زنش شه. گفتم کامران منم یه چیزایی میدونم ولی نتونستم بهت بگم، ترسیدم بگی دارم تهمت میزنم. گفت چی؟ جریان صحبتای بهروز و سروناز رو بهش گفتم. ناراحتی از صورت کامران میبارید و نمیخواست باور کنه. گفت پس چرا تا از سروناز خواستگاری کردم قبول کرد؟ گفتم به خاطر اینکه همه میدونن تو جربوزه داری و جانشین خان میشی، ولی بهروز جز عیاشی هیچ کار دیگه‌ای بلد نیست. سروناز برای منافع خودش با تو ازدواج کرد. کامران سروناز لیاقت عشق تو رو نداره. کامران آهی کشید و دستشو به طرف من دراز کرد و گفت بیا بریم صبحونه بخوریم. با تمام وجودم گفتم باشه و رفتیم بیرون. سروناز تا ما رو دید از عصبانیت شروع کرد به ناسزا گفتن به خدمتکارای بیچاره. کامران گفت سر صبحی امارت رو نذار رو سرت، بریم برای صبحونه. منم بدون نگاه کردم به سروناز پشت سر کامران رفتم سر میز. سروناز نتونست صبحونه بخوره، زود بلند شد و رفت. مادر کامران با عصبانیت رو به من کرد و گفت پاشو سفره رو جمع کن، خدمتکارا کار دارن، امروز زنای روستا اینجا دعوتن. هر سال خان بزرگ برای قدردانی از زحماتشون براشون مهمونی میگیره. جاریام و سروناز در حال آماده شدن بودن، منم در حال کار کردن. نزدیکای ظهر زنا یکی یکی وارد عمارت شدن. صدای خنده و شادی حیاطو پر کرده بود. من یه دامن سبز بلند پوشیده بودم. سینی چایی دستم بود که ببرم برای مهمونا. نمیدونم یه دفعه دامنم به کجا گیر کرد که محکم خوردم زمین و همه چایی‌ها ریخت روی دستم. دستم بدجور سوخت. از شرم و خجالت بلند شدم و با چشم گریون رفتم تو اتاقم. فاطمه برام مرهم سوختگی آورد و دستم و بست و با ناراحتی گفت خانم من دیدم چی شد. سروناز خانم پاشو گذاشت روی دامنت. اینو که شنیدم خیلی ناراحت شدم و از خدا خواستم که سروناز تاوان بدیاشو پس بده. اون روز از خجالت نتونستم برم بیرون. عصر شده بود و مهمونا رفته بودن. صدای کامران رو شنیدم. در رو باز کردم، دیدم سروناز دستشو گرفته و دارم میرم به اتاقشون. چشم گریون از دور دستمو بهش نشون دادم. دستشو از دست سروناز در آورد و اومد سمت من و با نگرانی گفت چی شده؟
گفتم دستم سوخته. البته دردش خیلی کم شده بود، ولی من پیازداغشو زیاد کردم و خودمو بیحال نشون دادم. با کامران رفتیم داخل اتاق. گفت میخوای ببرمت درمونگاه؟ گفتم نه لازم نیست. پرسی چی شد که سوختی؟ منم جریانو گفتم و فاطمه رو شاهد قرار دادم. سرشو انداخت پایین و گفت تو داری قربانی چه نقشه هایی میشی؟ سرمو گذاشتم رو شونش و گفتم اشکالی نداره. همین که تو کنارم باشی همه چی خوبه. حتی دستم هم دیگه درد نداره. با محبت بهم نگاه کرد ولی چیزی نگفت. اون نمیدونست که من عزممو جزم کردم که به دستش بیارم. نه فقط اون لحظه بلکه برای همیشه. کامران خیلی با هم بهتر شده بود و بیشتر بهم توجه میکرد. یه روز عصر دیدم تو حیاط عمارت قدم میزنه. به سمتش رفتم. البته خیلی به خودم رسیده بودم. کامران تو فکر بود و متوجه حضور من نشد. از پشت سر دستمو گذاشتم روی شونش. برگشت. تا منو دید گفت تویی؟ واسه چی اومدی اینجا؟ گفتم بوی عطرت منو میکشونه اینجا. این دفعه یه نگاهی بهم انداخت. منم یکم براش ناز اومدم. گفت گلناز دیگه خیلی داری ناز میکنی. فکر منم باش. خندیدم و گفتم دلم میخواد برات بمیرم. گفت گلناز. گفتم جانم. گفت امشب میام. خندیدم و گفتم کاش زودتر اون لحظه برسه. تا عمارت انگار رو ابرا بودم. دیگه تا هدفم چیزی نمونده بود. مادرم و بهروز راست میگفتن. من احمق اگه میخواستم زودتر از اینا میتونستم دل کامرانو به دست بیارم و اجازه ندم سرو ناز اونقدر اذیتم کنه. کامران خیلی مهربون و دلرحم بود. اون زیر دست خانم جان بزرگ شده بود و عشق و محبت رو از اون به ارث برده بود و کلاً با همه فامیل و خاندانش فرق داشت. زندگی من خیلی بهتر شده بود. به خاطر ارتباط من و کامران سروناز مرتب دنبال بحث و دعوا میگشت و همین باعث شده بود کامران بیشتر سمت من بیاد. اون یه شب پیش هوون بود و یه شب پیش من، ولی شبایی که نوبت هوون بود و به بهونه‌های مختلف نمیرفت یا با دوستاش تا نیمه شب بیرون بود یا کلا اصلا نمیومد خونه. من حالا دیگه کاملا به هدفم رسیده بودم. یه روز سر نهار سروناز نیومد. یکی از خدمتکارا دوید و اومد و گفت کامران خانم از حال رفته. کامران دوید سمت اتاقش. چند دقیقه بعد دیدم که با خانم جان دارن میبرن شهر دکتر. فرداش برگشتن. وای از همون چیزی که میترسیدم سرم اومده بود. سروناز باردار بود. خانم جان گفت 7 تا گوسفند قربونی کنید که عروسم بارداره. دیگه رسما من شدم کنیز سروناز. مرتب بهم دستور میدادن. کامرانم بیشتر میرفت پیش اون به خاطر اینکه خانم هرس نخوره و بچه رو سالم دنیا بیاره. منم صبح تا شب کاراشو میکردم. یه روز خانم جان گفت قابله رو بیارن سروناز رو معاینه کنه. قابله به سروناز گفت وضعیتت خیلی خوب نیست. باید استراحت مطلق داشته باشی. من با سینی چایی وارد شدم. قابله نگاهی بهم انداخت و گفت این کیه؟ خانم جان گفت عروس خونه، زن دوم کامران. قابله یکم بهم خیره شد و گفت ایشون خیلی رنگش پریده. چشاش داد میزنه بارداره. مادر کامران گفت نه بابا این از روز اول رنگ و رو نداشت. خانم جان گفت باید بگم کامران ببرتش دکتر. عروسم اگه حاملم نباشه ممکنه مریض شده باشه. من با تعجب نگاه میکردم و تو دلم خدا میکردم که منم باردار باشم تا حداقل کمتر ازم کار بکشن و منم بشم خانم خونه. سروناز و مادر کامران بهم نگاهی کردن و اخمشون از کسی پنهون نبود. کامران وقتی اومد خانم جان قضیه رو بهش گفت. اونم منو خانم جانو سوار ماشین کرد که بریم شهر. اولین بار بود که سوار ماشین میشدم و اولین بار بود که میخواستم برم شهر. تو دلم گفتم خدا خیرت بده قابله. اگه باردارم نباشم حداقل شهر رو میبینم. وقتی رسیدیم رفتیم پیش همون دکتری که سروناز آورده بودن. دکتر منو معاینه کرد و گفت به احتمال قوی بارداری، اما برای اطمینان بیشتر ازم آزمایش گرفت و گفت 2 ساعت دیگه آماده میشه. کامران گفت تا جواب آزمایش بیاد بریم یه دوری تو شهر بزنیم. من خیلی خوشحال شدم، اما خانم جان گفت من حوصله ندارم. همینجا رو نیمکت بیمارستان میشینم، شما برید و زودم برگردید. خلاصه خانم جان موند و ما رفتیم. کامران تو ماشین بهم گفت تو هنوز خودت سنی نداری، سختت نیست؟ گفتم نه. مادر من تو سن من 3 تا بچه داشته. پرسیدم انگار تو خوشحال نشدی؟ گفت نه خوشحالم، فقط یه حس عجیبی دارم که 2 تا زنم با هم باردارن. گفتم خب تقدیر این بوده.
تو چشمام نگاه کرد و گفت گلناز کاش زودتر تو رو میشناختم. تو چشاش نگاه کردم و گفتم خیلی دوست دارم. جواب آزمایش مثبت بود و من خیلی خوشحال بودم. وقتی برگشتیم خونه مادر کامران دست به کمر وایساده بود. دم در پرسی چی شد؟ خانم جان گفت درهای رحمت به روی این خونه باز شده. باید بازم گوسفند قربونی کنیم و تو کل ده پخش کنیم که چشم حسود و بخیل ازمون دور باشه. مادر کامران بدون هیچ حرفی گذاشت و رفت. خانم جان گفت آره برو پیش همون که لنگه خودته. مادر کامران برای من اصلا خوشحال نشد. خبر بارداریم به مادرم رسید. سریع اومد پیشم و گفت خدا کنه پسر باشه. اون وقت تو خانم این خونه میشی. سروناز هر روز بهونه میگرفت و دعوا را مینداخت. کامران دیگه از دستش خسته شده بود و بیشتر به سمت من میومد. یه روز صبح زود بود که صدای فریاد سروناز بلند شد. سری رفتن قابله را آوردن. سروناز یه دختر ریزه میزه به دنیا آورد. دختر سروناز عین فرشته ها بود و از زیباییش چیزی کم نداشت. سفید و با موهای مشکی و چشای درشت. البته این چیز عجیبی نبود چون هم پدرش خوشگل بود و هم مادرش. اما سروناز همش ناراحت بود و نق میزد که چرا دختر آورده و اونجور که باید ترمه دخترشو دوست نداشت و بهش محبت نمیکرد. یه روز که داشتم تو عمارت میچرخیدم دیدم ترمه بی امان گریه میکنه و کسی نیست آرومش کنه. رفتم و بچه رو برداشتم. همین که برش داشتم سروناز اومد و بچه رو ازم گرفت و داد زد واسه چی میخواستی بچه منو از بین ببری؟ همه ریختن تو اتاق. سروناز گریه میکرد و میگو خودم دیدم. من سری رفتم تو اتاقم. کامران پشت سرم اومد و گفت مگه دیوونه شدی؟ مگه نمیدونی ترمه جون منه؟ چه بلایی میخواستی سرش بیاری؟ گفتم سروناز داره تهمت میزنه، دروغ میگه. سروناز مادر نیست، حتی به زور مادرش به بچه‌ش شیر میده. هنوز داشتم میگفتم که یکی محکم خوابون تو گوشم و گفت حد خودتو بدون. اگه یه بار دیگه سمت دخترم بری دستاتو قلم میکنم و از اتاق رفت بیرون. یه ساعت بعد من از بس که گریه کردم و تو سر و صورتم زدم افتادم به درد. هنوز یه ماه مونده بود به زایمانم. فاطمه رفت به خانم جان خبر داد. خانم جان سراسیمه اومد و تا وضعیت منو دید کامرانو صدا زد. منو بردن در مونگاه ده، اما اونجا امکانات نبود و گفتم ببرید شهر. تا شهر 2 ساعت فاصله بود و من داشتم مرگ و جلو چشام میدیدم. کامران بدجوری هول شده بود و تو راه همش میگو طاقت بیار، تو خیلی قوی هستی. اون همچنان داشت با هم حرف میزد که من یهو از حال رفتم و دیگه نفهمیدم چی شد. وقتی به هوش اومدم کامران بالا سرم بود. گفتم بچم کو؟ کامران گفت بچه نه، بچه ها. گفتم منظورت چیه؟ گفت تو 2 قلو باردار بودی، 2 تا پسر. گفتم پس کو؟ کجان؟ گفت یکم کوچولو بودن، باید تحت مراقبت ویژه باشن. گفتم پس حتما یه چیزیشون هست. گفت نه سالمن، دکتر گفته 3 روز دیگه مرخصیم. خلاصه وقتی رسیدیم ده خانم جان گفت یه ضیافت بزرگ به راه بندازیم که صاحب 2 تا پسر شدیم. خان بزرگ اومد دیدنم و پیشونیمو با محبت گرفت. 10 تا گوسفند قربونی کردن و همه رو دعوت کردن. من اولین نتیجه پسری رو دنیا آورده بودم و برای همین خان بزرگ و خانم جان و کامران خیلی خوشحال بودن. حتی مادر کامرانم با همه وجودش قربون صدقه بچه‌هام میرفت. کامران به خان بزرگ گفت که برای پسرام اسم انتخاب کن و اسم بچه‌هام شد سهراب و سپند. مهمونی تموم شد و مادرم 10 روز برای کمک به من اونجا موند. کامران فقط به خاطر عشقش به ترمه داشت سروناز رو تحمل میکرد و سعی میکرد با همه بچه‌هاش به اندازه کافی وقت بگذرونه. رفتار سروناز روز به روز بدتر میشد. ترمه 6 ماهه بود و پسرای من 3 ماهه. یه روز کامران گفت گلناز بیا میخوام یه چیزی نشونت بدم. منم بچه‌ها رو به فاطمه سپردم و رفتم. رسیدیم به یه باغ بزرگ که یه خونه خیلی قشنگ وسطش بود. کامران گفت اینجا برای توئه. خیلی خوشحال شدم. گفت یه دونم به سروناز دادم. گفتم میدونم تو عدالت رو رعایت میکنی، ازت ممنونم. وقتی سروناز فهمید قوقایی به پا کرد. بعدم دخترشو گرفت که بره خونه پدرش که کامران نذاشت. میگفت چرا دختر رعیت زاده باغ بزرگو گرفته و من باغ کوچیکه رو؟ کامران بهش گفت اگه من بمیرم تو چیزیت نمیشه. تو دختر خانی، من باید به فکر گلناز باشم، اونم با 2 تا بچه.
واقعا تو اون دوران مردی مثل کامران کم پیدا میشد. هیچ مردی اونقدر به زن و زندگیش بها نمیداد. روزا میگذشت و من سرگرم بچه‌ها بودم. خانم جان خیلی پیر شده بود و مرتب مریض میشد. یه روز صدام زد که برم پیشش. خیلی بیحال بود. گفت کامرانو به تو میسپرم، تو رو به کامران. مواظب مکر و حیله سروناز باش. اون هیچ وقت دست از سرت بر نمیداره. من هیچ وقت دوست نداشتم اون عروسی این خونه بشه. حیف که تصمیم کامران بود. اونم این مادرش مثل مار میمونه. خانم جان داشت این حرفا رو به سختی میزد. من گریه کردم و کامران رو صدا زدم. اون سری رفت و دکتر درمونگاه رو آورد، اما فایده ای نداشت. فرشته زمینی من رفت پیش فرشته های آسمون. اونقدر خودم رو زدم و گریه کردم که از حال رفتم. من با رفتن خانم جان بی کس و کار شدم، بی پشت و پناه. روزایی که کامران خونه نبود، جاریام و سروناز با اذیت و آزاراشون اشکم و در می آوردن. مادر کامران کمی بهتر از قبل شده بود، اما فقط نگاه می کرد و ازم دفاع نمی کرد. کم کم اکثر خدمتکارا رو عوض کردن. حتی فاطمه رو اخراج کردن، ولی من به زور دوباره برش گردوندم. روزا تو تنهایی و غم میگذشت. یه روز به کامران خان گفتم خیلی دلم گرفته. دلتنگ خونوادمم. بریم یه سر خونه پدرم. کامران با روی باز قبول کرد. به فاطمه گفتم بره به مادرم خبر بده که فردا شب میایم اونجا. البته یه مقدار پولم دادم ببره بهش بده که برای مهمونی من و کامران خرج کنن. وقتی برای شام رفتیم مادرم خیلی خوشحال بود. همسایه ها داشتن از گوشه و کنار ما رو نگاه میکردن. منم با غرور بهشون نگاه میکردم. وقتی رفتیم داخل توی گوش مادرم گفتم یادته قول دادم که یه روز پسر خان میاد سر سفرت؟ اون شب فهمیدم که قراره فردا برای دختر برادرم نشون بیارن. مادرم گفت تو هم میای؟ به کامران نگاه کردم. گفت باشه. فاطمه رو هم ببر که بچه‌ها رو نگه داره. خوشحال شدم و اون شب با خوشی گذشت. داشتم برای مراسم آماده می شدم. گفتم فاطمه آماده شه که مادر کامران گفت لازم نکرده نوه های خانو با خودت ببری توی مشت گدا. خیلی ناراحت شدم ولی چاره‌ای جز تسلیم نداشتم. اونا رو سپردم به فاطمه و راهی خونه پدرم شدم. البته میخواستم زود برگردم. تازه یه ساعتی بود که نشسته بودم. یکی از خدمتکارا نفس زنان اومد و گفت خانم بچه‌ها تب کردن، حالشون بده. سراسیمه برگشتم به عمارت و با فاطمه بردیمشون درمونگاه. تا بچه‌ها رو گذاشتیم رو تخت یه دعوای بدی تو درمونگاه شد. چند تا جوون از روستای کناریمون اومده بودن برای دعوا. تمام شیشه های درمونگاه رو پایین آوردن. نفهمیدم چی شد که یه لحظه از بچه‌ها غافل شدم. وقتی وارد اتاق دکتر شدم که بچه‌هامو بردارم دیدم فقط سهراب هست و سپند نبود. فاطمه هم پشت سر من اومد تو و تا موضوع فهمید 2 دستی کوبی تو سرش. تو شلوغی یکی از غفلت ما سوء استفاده کرده بود و یکی از بچه‌ها رو با خودش برده بود. اونقدر تو سر و صورتم زدم و گریه و شیون کردم که از حال رفتم. خبر رسید به کامران خان. اون عده زیادی رو به کار گرفت برای پیدا کردن سپند. اونا همه روستا و روستاهای اطراف رو گشتن، اما نبود که نبود. پسرم پاره وجودم از دستم رفته بود. کارم شده بود گریه. حال کامرانم بهتر از من نبود. سروناز رو دیدم که لبخند رو صورتش بود. به سمتش رفتم و گفتم تو بچه منو قایم کردی. تو میخوای منو عذاب بدی. گفت برو گم شو روانی. من اصلا اونجا بودم. چند ساعت بعد دکتر اومد به عمارت و گفت شبیه این اتفاق قبلا هم افتاده. یه مرد شیرین عقل تو فلان روستا هست که مشهوره به بچه دزدی. همه از دستش آسیان. ممکنه کار اون باشه. کامران با چند نفر سری رفت به اون روستا و دمدمای غروب ژولیده و ناراحت بچه به دست برگشت. با پاهای بدون کفش دویدم سمتش. بچم یخ کرده بود. داد زدم بچه سردشه. چرا پتو دورش نگرفتی؟ مادر کامران زد تو سرش و نشست رو زمین و شروع به گریه کرد. مادرم هم میزد تو سر و صورتش. گفتم چرا اینجوری میکنی؟ بچه فقط سردشه. با محبت گرفتمش که گرم شه. مادرم ازم گرفتش و گفت بچه مرده گلناز، مرده. باورم نمیشد. مادر کامران با فریاد گفت خاک بر سرت. تو لیاقت مادری نداشتی. تو بچه رو ول کردی و رفتی. تو از بین بردیش. راست میگفت.
همش تقصیر من بود. من مادر خوبی نبودم. بعدها فهمیدم که اون دیوونه بچه‌مو برده و گذاشته تو رودخونه که مثل ماهیا شنا کنه. کامران میخواست از بین ببرتش که نذاشتن، اما دیگه چه فایده؟ سپند من، نفس و جون من دیگه نبود. روزا میگذشت و حال من خوب نمیشد. یه شب داشتم به سهراب شیر میدادم. وقتی خوابی دیدم یه بچه جلوی در داره نگام میکنه. وای خدای من، سپند بود. رفتم سمتش ولی اون ازم دور شد. هی دنبالش میرفتم و داد میزدم: سپند، مادر، بیا بهت شیر بدم. ولی اون میرفت. اونقدر فریاد زدم که همه از خواب بیدار شدن. کامران منو گرفت. فریاد زدم: برو سپندو بگیر، بچم شیر میخواد، بچم سردشه. گفت عزیزم آروم باش، اونقدر خودتو عذاب نده. هرچی میگذشت حال من بد و بدتر میشد. کامران تصمیم گرفت منو ببره شهر تا تحت درمان قرار بگیرم. تو بیمارستان 2 ماهی بستری شدم. حالم بهتر شده بود و کمتر سپند به نظرم می اومد. پزشک تشخیص داد که بهتره من دیگه به اون عمارت و حتی به اون ده نرم تا بهتر بتونم با این مصیبت کنار بیام. قرار شد ما کلاً توی شهر زندگی کنیم. کامران اینو به خان بزرگ گفت و اونم قبول کرد، ولی گفت تو بعد من خان این روستا هستی، پس خودت باید اینجا باشی و زن و بچت با کلفت و نوکر تو شهر زندگی کنن. اما مختاری که هر وقت بخوای بری بهشون سر بزنی. کامران قبول کرد. منم که چاره دیگه‌ای جز موافقت نداشتم. یه روز که کامران پیش من و سهراب بود، خبر آوردن ترمه از پله‌های عمارت پرت شده و سروناز با مادر کامران آوردنش بیمارستان شهر. کامران که بعد از سپهر خیلی کم تحمل شده بود سری رفت. منم خدا می‌کردم که ترمه چیزیش نشده باشه. غروب شد. کامران با سروناز اومدن خونه. سروناز اومد کنارم و شروع کرد به گریه. داشتم سکته می‌کردم. گفتم یا خدا نگو که ترمه چیزی شده. گفت نه چیزیش نشده، فقط باید امشب تحت نظر باشه، مادر پیششه. بعداً در حالی که به حقیق افتاده بود گفت گلناز حلالم کن. با تعجب گفتم چرا؟ گفت منو ببخش گلناز، منو ببخش. روزی که تو رفتی به جشن برادرزادت، من و مادرم به بچه‌ها دارو دادیم که مریض شن. به خدا قسم با این کار فقط می‌خواستیم اون جشن رو به کامت زهر کنیم که اون اتفاق تلخ افتاد. منو ببخش. از اون روز تا حالا من همش کابوس می‌بینم. دارم از عذاب وجدان میمیرم. میترسم آه تو و سپند دامن من و دخترمو بگیره. با شنیدن حرفای هووم غم تمام دنیا دوباره نشست رو دلم و داغ بچم باز برام تازه شد. با نفرت تو صورتش نگاه کردم و گفتم نه نفرینت میکنم و نه حلاله. خیالت از ترمه راحت باشه، اما تو رو واگذار میکنم به خدا. سروناز رفت و من موندم و غم تموم نشدنی سپند. قضیه رو که به کامران گفتم، گفت به خدا اگه به خاطر ترمه نبود جدا می شدم. 2 سال گذشت و من باز باردار شدم و یه پسر دیگه به دنیا آوردم. خدا بازم به هم لبخند و برگردون، ولی هیچ وقت داغ سپند از دلم پاک نشد. کم کم بچه ها بزرگ شدن و همه سر و سامون گرفتن. چندین سال بعد سروناز یه بیماری سخت گرفت و خیلی زود فوت کرد. حتی عروسی ترمه رو هم ندید. اما من تا جایی که میتونستم براش مادری کردم و واسه عروسیش سنگ تموم گذاشتم. وقتی ترمه رو تو لباس عروس دیدم که مثل فرشته ها شده بود، با خودم گفتم شاید اگه اون اتفاقا دست به دست هم نمیدادن، سروناز اونقدر بیرحم نمیشد. برای همینم شب عروسی دخترش سرمو گرفتم سمت آسمون و سروناز رو حلال کردم و از ته دلم بخشیدم. نمیدونم، شاید خنده‌دار باشه، شایدم گریه دار. آخه از سروناز خواستم تو اون دنیا برای سپندم مادری کنه. دوستای عزیزم ممنونم که وقت گذاشتید و سرگذشت مادر بزرگم گلناز رو گوش کردید. مادر بزرگم چند سالیه که فوت کرده و من دوست داشتم اینجوری یاد و خاطره مادر بزرگم رو زنده نگه دارم. ممنون از اینکه وقت گذاشتید و سرگذشت گلناز رو گوش کردید. در پایان دوستای عزیزم خوشحال میشم با کامنت #شمیم داستان و #شمیم از ما حمایت کنید و همچنین در کانال داستان‌های شهر سرگذشت جذاب و شنیدنی هاجر با صدای من در حال پخش. حتما گوش کنید، لایک و کامنت هم فراموش نشه. و همچنین در کانال صدای تو قسمت 8 سرگذشت جذاب و شنیدنی محیا با صدای من در حال پخش. حتما گوش کنید، لایک و نظراتتون رو در مورد سرگذشت برام بنویسید.
و در پایان دوستای مهربون و عزیزی که از هوم پیج یوتیوب اومدید و سرگذشت‌ها رو گوش میکنید، لطفاً به پاس تشکر از زحمات من و رفع خستگیم کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال، لایک، کامنت و شیر کردن داستان‌ها برای دوستانتون فراموش نشه. با شیر کردن داستان‌ها به بیشتر دیده شدن و شنیده شدن ما کمک کنید. دوستدار همیشگی شما، شمیم.